سلام دوستان، اومدیم امروز با ویدیو قبرستون میریم چالش انجام بدیم. چالش کسو میذاریم، چند ازش سوال میکنیم و یه چند تا هم عکس میگیریم، یهویی ببینیم چیا میفته دیگه. لیتس گو. بریم. بچه‌ها ورودی مزار، ببینیم چی میشه دیگه. قبرستون بریم چه اتفاقی میفته. همه جا بس اصلا هیچ کس نیستش، فقط من و مهدی. ببینیم چی میشه. هم دوستان رسیدیم به مزار. 2 نفر اونجا اگه ببینینش سوار ماشینن، بدجور مار داشتن نگاه میکردن. اگه تو ویدیو معلوم باشه میبینید بچه ها. این برنامه است چا گستوه. اگه گستو پورتو گستو بس بدجور صدایی میاد. او مای گاد. اینجا گستو بگیر. بچه تو سرمانیه تو راه دیدیم آوردیمش. چه گستوبه. بزن اینجا ازش سوالا رو بپرسی. اونم هستش، فقط ماشینه خیلی خطرناکه. چراغشو ببینم. ایجنت اگر هستی خودت رو نشون بده. ده نوشت. بچه نوشت ده. فوکوس کن. بزن مهدی اونجا. امیر عباس بلند شو. امیر عباس اصلا بدجور انداز صدا میاد. اگه شما بچه صدا رو میشنید بچه ها. گستو به این بذار من این چراغ مراغشو درست کنم، نورش هم روشن شد. مهدی بذار وسط ازش سوالا رو بپرسی. چه صدایی بچه شنیدید؟ چه صدایی در میاد. خداوند انشاءالله همه ما را آدم. بچه بدجور صدای میاد. بچه سوالا رو بپرسیم بریم. خطرناکه. صدای ماشینه. فکر کنم بچه جشمش نه. ایجن اگر هستی خودت رو نشون بده. شما نمیفهمید. بچه شما نمیفهمید. یا حسین مهدی برو تو عکسات چند تا یهویی از اونجا بگیر. کجا؟ از اونجا. امیر عباس به این بر بذار عکس ها رو بگیره. امیر عباس تو مواظب اون ماشینه باش. هنوز بچه ماشینی اونجا هست. خب چند تا عکس یهویی بگیر مهدی. معلوم نمیشه. بذار بزنم حالت شبش. اما جون مادر از اون پایین داره صدا میاد. به کدوم وای؟ چه نینم شما صدا تو ویدیو میاد ولی یه صدای از اینجا میاد. کوشیم بچه دوربینمون زیاد نمیر جلو. آها دارم تازه یاد میگیرم از این گستوب مستوب چیه. بذار چند تا عکس حالت شب بزنم. این گستوبش ببین نمیاره. خب مهدی گستو منو ول کن. برو 2 تا عکس بگیر. بذار یه دقیقه وایسا داره. برو 2 تا عکس بگیر. خب بچه‌ها باید فلاشش رو روشن کنه. خب 2 تا از اونجا عکس بگیر. اولیش دومی هم از اون ور بگیر. اینجا هم خیلی مشکوک بود. اینجا میاد. بچه ببینیم هنوز هست اون مرده. بچه چراغشو خاموش کرد. اگه ببینینش چراغشو خاموش کرد. نگاه کنید ایناش. بچه دیگه خطرناک شد. بچه دیدید آدم اومد بیرون. اگه زوم بشه دیگه بچه دیگه خطرناک شد. داره میاد. مهدی عکس ها رو گرفتی نشون بده بریم. خطرناک شد مهدی. چه اولین عکس. من فلاشم خاموش کنم. بیار بچه باز عکس ها رو میذاریم توی اینستاگرام. برید خودتون باز ببینید. به این چیزا خیلی شک کردم. اونورم هستش. اونورم خیلی خطرناکه. وای بچه به این دقت کنین. بچه راست میگی. بچه میریم خونه فلششو بهتون نشون میدیم. فوکس نمیکنه معلوم نیست. اگه باشه بچه عکس‌ها رو واسهتون میذاریم. اون مرده نزدیک شد. یه ماشین دیگه هم اومد. داره میاد. جون مادر من.
بچه داره میان بچه زود باز ویدیو قطع کنیم بچه داره ویدیو رو میان داره اونا هم میان ما بریم دیگه خداحافظ بچه خداحافظ بچه اومدن بچه خداحافظ ما بریم ناکن بچه اگه معلوم باشه دیگه که هست ناکن بچه ماشینا که میبینید شما شکم نده یه ذره آره بچه ما بریم تا ویدیوی بعدی خداحافظ در اونور ماشینه دیدید که عکس شیر شده اونور ماشینه بودش نبود از اینجا اومدیم بالا دیگه نتونستم فیلمشو بگیرم چون افتاده بودن اونور داشتن ما نگاه میکردن ما هم ترسیدیم بچه اصلا وقتی در رفتیم ما خیلی خطرناک بود بچه این ویدیو امروز بود اگه خوشتون اومد لایک کنید یه کامنت هم بذارید سابقونم کنید این حساب میذارم یا علی تا ویدیو بعد خداحافظ